روز پنجشنبه زیر صدای موسیقی و زمزمه هواداران ورزش، گشتیگیران یک حربه آمیخته یا خود MMA امکان داشتند که هنر خود را نمایش داده، حاضرین را برای مدت از ناآرامی افغانستان کنار کشند. افغان‌ها اساساً به فوتبال و کریکت توجه خاص دارند. ترغیبگران یک حربه آمیخته بر این نظرند که رشد این نوع ورزش امکان می‌دهد که جوانان هنر خود را نمایش دهند. ورزشگران و ترغیبگران یک حربه آمیخته آرزو دارند که در مسابقه های بین المللی هم شرکت خواهند ورزید. هر فایتر در آرزو می داشته باشه که از این مسابقات بیشتر و بیشتر و بیشتر مسابقات خارجی داشته باشن. ما آرزوی ما است که بیشتر رشد کنیم و مسابقات خارجی داشته باشیم. نه والا هر کس که تا که باخ نکنه مزه برده نمیچشه دیگه. ما هر کس که باخ بده یک احساس بد می داشته باشه. این به خاطر که چون اولین بار ما بود در قفس نابلد بودم. ولی مربی ورزشگران واقع بین است و پیش بینی نمی کند که به همین زودی ها در قلمرو افغانستان تشکیل کردن مسابقه بین المللی دست دهد. ما درباره تشکیل مسابقه های بین المللی زیاد فکر می کنیم و ورزشگران کشورهای دیگر را به افغانستان دعوت می کنیم، ولی در وضع فعلی کشور خیلی دشوار است که کسی را برای شرکت در مسابقه شبیه امروزه به افغانستان آورده توانید. تا کنون در افغانستان فقط مردان با یک حربه آمیخته مشغول بودند. پیش بینی می شود که در مرحله های بعدی زنان هم نه تنها بیننده بلکه اشتراکچی این گونه رویارویی‌های داخل قفس خواهند شد. در این برنامه یک ذهن آرامش، یک تشویق برای ورزشکاران میکنیم.